بعد از تقریبا 2 سال سلامات و بخیر آموزش هستم خوشین یک ویدیو جدید امروز بریم بعد 2 سال که اولین ویدیو فکر کنم 2 سال پیش بود و کلاس فکر کنم پنجم یا ششم بودم که این ویدیو رو گذاشتم. نه آره ششم بودم که ویدیو گذاشتم تو یوتیوبم و گفتم اولین ویدیو روتینه و توش رفتیم چی کردیم رفتیم توش فکر کنم فاوا جامپس پرکتیس بازی کردیم بالاخره و امروز اومدیم دوباره بعد از 2 سال اومدیم از اول یوتیوب شروع کنیم و مثلا آره بدون ما تلیم قدم به ویدیو یه توضیحاتی میخوام تو ویدیو بهتون بدم و بدون ما تلیم ویدیو اولین چیزی که میخوام براتون بگم ما خیلی تغییر کردم، هم صدام تغییر کرد، قیافه‌ای تغییر کردم، اسکینم تو بازی نوع بازی کردنم و برای همین میخوایم بریم گیم بازی کنیم سرور ایرانی که شاید بیشترتون بدونید چیه. برای میخوایم گیم بازی کنیم. من خودم از کجا شروع کنم؟ آقا 2 سال پیش ما یه فکر زد به سرمون، ما آپارات کار میکنیم بیشتر، یعنی از همون 2 سال پیش هی ادامه میدادم کار میکردم. اف پی اس چرا انقدر پایینه؟ درست شد و جون دالگیت درست شد. خب درست نشد این تو بازی شد درست میشه. آره من از همون 2 سال پیش چیز داشت سی ام کلاینت مردش. آره از همون 2 سال پیش ما یک ویدیو گفتیم تو سرمون که یه ویدیو بذاریم تو یوتیوب. اگه ویو خوب خورد آقا یو سلام، اگه ویو خوب خورد اوکی همون میریم ادامه میدیم و بازی میکنیم، اگه نه که نه. و ماشاءالله ویو فکر کنم 12 تا ویو خورد اولین ویدیو و واقعا من راضی بودم چون تو هم ویدیو خوبی بود. و بعدش چون مشکلاتی پیش اومد، اینترنت بد بود، نمی اومد ویدیو آپلود نمیشد فلان، من یه ویدیو هم گرفتم آپلود نشد در اصل. و یوتیوب فکرم پاکش کرد. برای همین من ویدیو نذاشتم دیگه. بعد از اون یک چند مدت من دیگه ویدیو نذاشتم و الان دوباره اومدیم ویدیو بذاریم و برگشتیم پر قدرت گوی. باجی یکم پیوویش بالا، من نمیدونم پوزیشن کنم چیزشو بیام پایین. پیووی شما بالا، نمیدونم چیش بالا میگم، خب چیش بالا. فکر کنم این نیست، 100% این نیست. خب بلد نیستم اون بلد نیستم. آی عزیز آقا دو طرفه نکنین هم دیگه رو، منو نکنین دوستان من دوست ندارم دو طرفه شنم. آقا خوشگل سر من نکن. ببین بودون دوزم ها دوستان یکم پروتر شدیم تو بازی 100%. قاعدتا منطقیش اینه اصلا باید پروتر میشوی بعد 2 سال فکر کن بازی کنی هنوز پروتر نشی و از اون نوب سگ بودن در اومدیم 100% باید در بیایم. اصلا منطقیش اینه که در بیایم و آقا من نمیتونم با سیم بازی کنم. آها بذار من اسکم نشون بدم بعد میریم دوباره فونیکس پدر همتون دارم اینجا. افوویم خیلی بالاه، افووی نه پی او وی پی وی او یکی همچین چیزی اینجا. بخشید فوش شدم بیادب‌تر شدم این چیز بعدشه، بیادب‌تر شدم خیلی بدتر از قبل، حتی فوش میدیم استریمر شدم البته تو آپارات، ولی خب کیکم هم دارم درست میکنم که از این بعد بریم پیش میان دوست. من کیبورد گرفتم، موس گرفتم چون من قبلا موس بهتری گرفتم، چون قبلا من با یه موس اداری بازی میکردم، با یه کیبورد خود لپتاپ دارم. آره و چون دارم حرف میزنم. آره خب نمیفهمم چی میگم. اگه چیزی یالا سلام عمو جان چطوری؟ پشمو شیرتو داری. آره بعد دیگه چی میگم؟ دیگه چی مونده برای من؟ آره دیگه همینا دیگه دوستان. آره همین اتفاق افتاد برامون، یه سری اتفاق دیگه هم افتاد که همتون شاید میدونین. همه ایول برونه سگ وقتی ببین خب کیش دارم میزنم، یعنی کی دارم استریم میکنم، بیاین حتما. آره همه کاراش کردم، میدونی فقط یه چیزای کوچیکش مونده که اونا رو هم اوکی کنم تموم میشه. بنرش مثلا مونده این هنوز اینجا من بنر نداره ایول.
یوتیوب هم هنوز برای نره، ولی کیشم دارم برای شوکه میکنم. خب زرد پس حال که چه اینت مهم میزرد چی ازم ده برای گفتنی. آقا نیدونم بابا افابیم بالا. آره افابیم نیست، اون چیه بالا؟ پیووی پی چه بدم پاره کنی آقاش. مراز رام که این چطور ماش اولین مسلط تر شدم به دور 100%. تربیت باز بدم بزنه فینال کیل جی جی. ما اصلا که اسنایپر بودم حتی تو بدورز. اصلا ناکن اگه من اونو نمیزنم منو بدمون رفته بود لالا پادا و میگم پرویت. آره او میستاده بدی اومد. بابا دمت گرم جی رد خانوم. آقا رده آقا زشته آقا رد کجا رفتی؟ جون دالگت فرا نکن. ببین افوبین بالاه ولی خوب زدنش. ما خب پیوبین بالاه لول 13 بله کمرم گیره کجی. آی اینجام گیره چرا؟ فکر کنم خاطر که 3 ساعت رو بورفیکس آجی دیروز رفته بودم اینجا بورفیکس داشت 3 ساعت باش. آره نه حالا 3 ساعت هم نبود ولی خب 5 دقیقه شد. نه بیشتر شد یه رو بکنم رو بورفیکس بودم البته یهویی نه سر جمع مثلا یه رو باشه وای الان زنده است که خب دوئل شد. ببین با اینکه چی خریدم چون ریدیم با افتخار میگم افتخار نداره ولی خب ریدیم دستمانه. بعد این وایت رو پیدا کنیم و باباشو دوزیم. او من پیویم خیلی بوله جدی دارم میگم نمیتونم بتونم برام فونیکس لینت. ها اسکین هم میکس دادم حرفشو میزنم افهم میزنیم اسکین دارم اسکین شخصی مال خودم یعنی خود فکر کنم نیدم به یکی از دوستام برام ساخت و هم دیگه اسکین دار شدیم و آره تو این چندین ما سالی که نبودیم یه سری کار دیگه هم تو یوتیوب کردیم فعالیت بود دوستان که تو ویدیو بعدی احتمالاً میاریمشون. این کجاست؟ اوی شو زنایی با اینکه دیدمش ولی خب 100% میبودیم ولی خب دیگه تلاشمون رو بکنیم. فرو نکو استکر پدا سگ میخوای استک کنی؟ نداشتیم و نداشتیم و ریدم آجی بجور ریدم. هیست چرا گرفتم من توسم آرمور بگیرم به جا هیست من نیدم هنوز بکنم بس سگ نرو. چرا برو سرش رفتم خب ریدی که نوب سگ فرار نکن نوب سگ فرار نکن نوب سگ فرار نکن نوب سگ فرار نکن داری وایسا بابا این چه نداره لاپاشی چی دخترش داری فرار کنی خب از سورش هم چون لوس داشت ما دوتاییم فقط بخواه ما دوتاییم بیا فایت بدیم مشکله بیا فایت بدیم. اوه نزدیک بود بیفتم جی جی آقا اسب من سب بیاده شو جی خب آره این بود از این در مچ جی کردیم شدی سکو من اسکم شدم مینی فونیزن یه مچ دیم میزنیم و ویدیو رو سریع‌تر میکنیم دیگه. آقا این چیز منه اگه میشه بری یه زتی خفن نمیشه پوشش و مثلا و اینم روبرومه که یه چیز نمورکی داریم ما اینجا چشم آبی سبز اصلا اشغال صفاچیتی معرفت زنگوله. آقا ما با یه چیز کلانت دیگه بیایم خب دوستان بالاخره کلانت محبوبم رو آوردم. بله آره
کلاس محبوب منه ایشون. و اینجا دیگه من سلطان منم. خب بریم. دیویر میزنم من بعضی اوقات و دیویر چیزاش خوبه. من طول گوش میدم. و داشتم میگفتم یه سری تغییرات کردیم. یادم میره. آها آره اینکه آره آره شیل ها و همین دیگه. این بود تغییرات ما. ایشالله این هفته یک دونه ویدیو میذاریم برای تابستون. شاید هم 2 تا شد. آره شاید هفته 2 تا ویدیو گوشم برای اینجا. هر روز استریمم تو آپارات. مسخره نکنین. تو آپارات فعلا دوستان اینترنت تو چیز یعنی اینترنت بده. بعد مجبور میریم تو آپارات استریم کنیم. وگرنه من اصلا دوست ندارم تو آپارات استریم کنم. کی دوست داره تو آپارات استریم کنم؟ من دوست دارم تو یوتیوب تویچ کیک استریم کنم اگه رام بدن. و آره ما تررای رفتیم گفت دوربین تخم. من میدونم منظورش قیافم بود. من نخواست منو ناراحت کنم. نداشتیم تله لایف نداشتیم بیگزو کیگزو ناراحت شدم. بیگزو علی بیگزو ناراحت شدم. تو الگوی مثلا مایی با مایی تو چیز یعنی همین که مایی آرشگاه برو جدی میام. هیچ شاید موت خفن نباشه ولی عشق یعنی دوست قینه چیز نمیدونم بین قین چی قین یقین. من بطمنم تو پلیس بیا یه چیزو بلیس یه چیزی. من چی میگم؟ من چی دارم میگم؟ من چی؟ دوستان تصویرات آپارات چی نیست. الان صاحب آپارات نمیگیره ببینه کنم چیز ولشون. راجع به سنم من 15 سالمه به افتخار. 50 50 چی فوش شد به من؟ فوش شدی؟ ایموشنال دمیج میشه گفت نسبتا همه ویلیجر رو یاد گرفتم. بست میزنم مادر. بیا این چه گاوی بود خدایا. اینجا کلیک کنید تا جایزه هم بده. چی جایزه هم خوردن دوستان گیمو جایزه ها رو میخورم. حقم خورد گیمو ناراحت شدم. و چیزی که اصلی که برام پشم میزونه که صدام چقدر تغییر کرده. خودم اصلا میگم مارتین it's you bro. و انشو مردی که پوفیوز نداشتیم آقا نشیم. چرا اولش اینجا نیومدم؟ اسکریم برو نمید اینجا. مشکل از چیزه. و دوستان من پولار اکون پریمیوم ندارم کسی هم هر جا برم ان شدم و چیزه پیش میاد. حالا پیش اومد الان میگین چه منگولی بود ان کرد خوب شد و بدمونم رفت. نیستی در حدم برو ان شو. 66 تا کیل تو 3 روز دوستان. البته تو 3 روز کمتر 1 روز و نیم 2 روز و نیم یعنی این سایت یکی 3 ساعت بازی کردم 5 ساعت بازی کردم و الان چه دارم ویدیو میگیرم. بعدش میخوام رسیدیم. آره خب دوست من جایزه رو کردم تو فوشن. جایزه رو خوردن گیم اپ شکایت میکنم ازت. جایزه رو خوردی و بابا ایکس پی داشت توش. آره جایز و همین دیگه. آره و راستی چیز اصلی ما ماینکرافت نیست. بازی اصلی ما ماینکرافت نیست چون حداقل چیزی که میتونیم بازی کنیم و حد اکثرش مثلا کال آف دیوتی بزنم و بازی خفن تر مثل بتلفیلد و چیزای دیگه. حتما براتون گیم پلیشو میگم چون دارم بازیاشو. و تا یه ویدیو دیگه همتون به خدا بزرگ میسپارم. بای بای.